پستی. الان تلویزیون نگاه کردم امریکا سوخته ایستاده کالیفرنیاش. حد الان عاجل الجزیره دادش بستی مباشر. اون تو خدا قدرت داره دشمناش. زیرا که دیروز تمام دنیا در صدا بلند شد که یک قسیسی بدبختی امریکایی، یک پاپ قرآن عظیم الشأن قصد سوختن دارد. خدا این چون تا اون ناسوخته پیشتر اونا رو سوزاند. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خدا بگه ما اونها رو می‌ترسانیم لیکن اونها رو طغیانشان باز زاید میشود. الحمدلله که او رو خداوند که به این نرسان الان با خبر دادن که از این قصدش گشت است، لیکن خدا انتقامش گرفت. قرآن چی؟ برای چی ما انجیل نمی سوزانیم؟ چون ما بیبلی رو نمی سوزانیم؟ چون ما تورات رو نمی سوزانیم؟ ما مسلمانان در هیچ گوشه و کنار عالم